با تو ندونیم چه کار کرده اعمالش چی بوده نمیتونیم براش کاری بکنیم. نمیدونم آخه بشه براش کاری کرد نشه. تو ارحم الراحمینی، خدا تو بخشنده ای، خدایا منو بچه بالاخره به یه فکری کرد. آره بابا بنده خدا گناه داره. حالا چون حاج رضا از حیدر کمک خواست ما دیگه نباید کاری بکنیم. منم همینو میگم دیگه، حاج رضا بهمون رو زده. آره این بنده خدا رو هم شب جمعه از عذاب نجات میدیم. آخه حیدرم توی موقعیت رفته به گشت و بزرگ کسادش خبر نداره. حاج آقای امامی هم چند ساعته نیستن؟ با همن، من دیدمشون کار رفتن. پیجا سورا ساعتی به راست خود هم رفتن. حالا میگی چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ صاحب مرتا بیا واسه اون تعریف کنه. بالاخره وصف بلش نیست بلش. منظورش درست کردنی کاری این بنده خداست. خب ما شهیدیم دیگه، شفاعت چون میکنیم و خلاص. آره ما حاضرم یکی از کوپونا براش خرج کنم. نه نمیشه. چرا؟ این جوون واسه خاطر پدرش در عذابه. با اینکه مومن و مسیحی بوده ولی تو خونه خیلی بد اخلاقی میکرده. پدرش عاقش کرده. آره دیگه اینم یه جور حق و ناسه، حتی بالاتر. خدا بعد از سفارش به توحید دستور داده که به پدر و مادری خود نیکی کنید. یعنی بد رفتاری خودشون جرمش خیلی سنگینه. یعنی ما این همه شهید کاری نمیتونیم واسش انجام بدیم؟ هیچ راهی نداره؟ من 37 ساله که اینجا خیلی آرام دیدم که وضعیتشون از این جوونم بدتر بوده. کاری هم نمیشده واسهشون کرد. هر کی میاد اینجا خودش استعمالاش. ایشون حتما آدم خوب بوده که حاج رضا اینقدر سفارشش کرد. آره آخه حاج رضا خودش هم تقریمش خون 3 مرحله از مردم واسش اقرار گرفت، اما باباش اقرار نکرد. همه گفتن خوب آدمی بود، غیری باباش فقط یکم گریه کرد. بچه حرف همرزمی قدیمیمون نباید زمین بمونه. پدر این جوون من میشناسم. قدیما به چه محل بودیم. جبه هم میمم. انشالله درستش میکنم. دعا کنی. کجا؟ یه چای بخوره برو. تا دم بکشه اومدم. فکر میکنید بتونه کاری بکنه؟ آره بابا علی اکبر اسا حرفاش خریدار داره. کاش در خودش بود. حاج رضا میدونست باید سراغی کی بره. من بازم میگم این حیدر مشکوک میزنه. آره هیچ وقت بی خبر نمره. میترسم ماشینی چیزی بهش زده باشه. نترس حاج آقا امامی برشه. اگه همون عصریه رفته باشه تو شهر حتما اونقدر هرس خورده که سکته کرده. هرس خوردن هم داره واقعا که آخر زمونه. بعضی ها انگار دارن اندن گناهایی که تو روایات آخر زمان اومده مو به مو انجام میدن. خب واسه همینه که پیامبر فرمودن نگه داشتن دین توی آخر از زمان مثل نگه داشتن آتش کفی دسته. من که روز قیامت ازشون نمیگذرم. جدی میگم. ما جونمون رو دادیم تا دین اینا پا برجا بمونه. اون وقت اینا لا اله. به خدا اگه مردم به وصیت شهدا عمل کنند عاقبت به خیر میشن. خب شهید که از خودش چیزی نمینویسه. وصیت نامه ما هم حرفی قرآن اهل بیته. فعلا که ماهواره و اینترنت جا قرآن و حدیثه گرفته. خیلی ها بزن که از این امکانات استفاده خوب بکنند میرن سراغ این اخبار BBC ها رسانه های ضد انقلاب. خدا هدایتشون کنه. خیلی هاشون قصد غرضی هم ندارن. گول خوردن. گول خوردن ها اصلا توجیه خوبی نیست. دشمنای داخلی و خارجی ما از ظاهر و باطنشون معلومه که دیناییمون ندارن. حالا چرا خدا و پیر و پیغمبر رو ول کنیم و حرف اینا رو گوش بدیم؟ نمیدونم. خب بالاخره شیطون سربازشان بیکار ننشستن. بچه‌ها سلام شما. سلام به همگی. علیکم سلام. سلام. چه پسر. به به چشامون روشن. بالاخره تشریف آوردین. زودتر خبر میکردی که قوچی حضرت ابراهیم جلو سر ببری. نه راضی به زحمت نبودن. حالا تعریف کنیم کجا بوده این؟ بچه‌ها کلی صفحه پشت سرت هشتن.
شاید سری مگو باشه، نمیتونه بگه. سری مگو را بگو. قبل از اینکه بگی من اعتراف کنم پشت سرت شوخی کردم. البته چون میدونستم حلال میکنی. حالا تو اعتراف کن ببینم کجا بودید؟ میخوای حلالت نکنم تا از این جایگاه بری پایین؟ دلت میاد من ورت نباشم؟ من که شوخی میکنم باهات، هی خنده میارم رو لبات، بذارم برم. حالا گریه نکن، حلال. بچا چند تا از سربازای رد بالای امام زمان چند دقیقه پیش شهید شدن. ما از موقع عصر رفته بودیم تا کارهای استقبال انجام بدیم. جادمون خالی، همه معصومین و اولیای الهی جمع بودن. خوشا به احوالتون، توبا لکن. بچه زود برگشتی؟ حاج آقا امامی مراجعه کننده داشت، دیگه اومدی. حالا این شهید کیا بودن؟ میشناسیدشون. از اول انقلاب تا حالا پوتین از پاشون در نامده. آواشون گو نگرفته؟ حسن یه دقیقه ساکت. خب چرا ناز میکنی؟ بگو دیگه کیه؟ فرمونده آقا قاسم و آقا همایون بودن. با ما هستید؟ داره نان بیار کباب ببر بازی میکنیم. بابا کجای؟ فرموندادون اومدن. فرماندای ما؟ شهید شدن؟ کدوماشون؟ حاج قاسم سلیمانی یا ابو مهدی یا چند تا از همراهاشون. ببخشید. لا اله الا الله. پس بالاخره اومدند. کجا شهید شدن؟ چطوری؟ آمریکایی ها با نامردی تو فرودگاه بغداد زدندش. چندین سال تو کوه و بیابون پی شهادت بودن. حالا تو فرودگاه بهش رسیدن. سلام علیکم. علیکم السلام. رسیدم بخیر. چه کار کردی علی اکبر؟ شیری رو با رفتم به خواب پدر این بند خدا. از عذاب قبر پسرش براش گفتم حلالش کن، عوضش اون دنیا من شفاعت دو میکنم. از خواب پرید و کلی گریه کرد و حلالش کرد. آره بچا یه چند دقیقه آروم شده. بازم خدا رو شکر بکن. آقا حیدرم که پیش ارباب بوده. بوسیب میدی؟ آره راست میگه. چه بوی؟ بوی سیبو، حرم حبیبو، حسین غریبو، کرب و بلا. بچا سحر جمعه صبح نمیخواید بریم کربلا؟ دیگه میشه نخوای؟ ای جانم من که از همه حاضرترم. بسم الله. کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم. بریم آقا بریم. علی اوستا قاسم مینیبوس روشن گوده بریم. مینیبوس پنچله. بیا خوشمزه. حاج آقا بیا جنمونی. لبیک یا حسین. جهاد در راه خدا در لوحه همه چیزها. الان خدا روح شهدا رو شاد کنه. ما سر سفره شهدا هست، ما به خاطر اونها میتونیم صحبت بکنیم و خدا روح امام شهدا و شهدا رو شاد بفرماید در همه خیرآباد. خدا خیرشون بده، خدا حوایج همه تون رو برآورده. یه جلسه ای بود به نام شهداشون گذاشته بودن، خیلی سنگین با شکوه، خوب آموزنده ماشاءالله. و این کار رو ما همه جا باید انجام بدیم، همه جا که الحمدلله رب العالمین از نعمت بزرگ شهدا برخوردار هستیم. مخصوصا این ایام میشه، ایام ده دولت میشه، همه ایام بایستی که ما یاد شهدا باشیم و به هر قسمی پیامشون رو بفهمیم، اهمیت بدیم.